یه توقف کوتاه، چند تا سبد حصیری رنگی که از سقف آویزون بودن، بوی چوب خیس خورده از بارون، صدای ریز بارون روی سقف‌های شیروانی شمال و بعد یه دریاچه و وسطش یه جزیره قدیم. شاید فکر کنیم فقط یه سفر معمولیه، ولی پشت هر غار، پشت هر لبخند، پشت هر صدای آروم آب یه راز کوچیک خوابیده. رازهایی که وقتی از نزدیک لمسشون میکنی تازه بیدار میشن. با هم بیا از صنایع دستی آستانه تا استخر لاهیجان، از نگاه‌های گذرا تا صدای پاروها، از مجسمه‌های رنگی کوچستان تا تئاتر خیابونی دور استخر. هر گوشش یه قصه داره، یه حس داره، یه چیزی که نمیشه با هیچ دوربینی کامل نشونش داد. این سفر من به لاهیجان فقط دیدن نیست، لمس کردنه. لمس بوی چای تازه دم، لمس نگاه‌های گذرا، لمس لحظه هایی که نه عکس میشن و نه تکرار. میخوای ببینی این رازها کجا تموم میشن؟ این فیلم فقط یه سری تصویر نیست، هر ثانیه‌اش یه زمزمه است. تا آخر ویدیو بمونه، خودت با چشمهات لمسش کن. از آستانه که رد می شدم یهو چشم خورد به دنیایی که نمیشد بی تفاوت از کنارش رد شد. مغازه های صنایع دستی، سبدهای حصیری رنگارنگی که از سقف آویزون بودن، بوی چوب خیس خورده از بارون، قاشق‌ها و کفگیرهای چوبی که هر کدوم انگار قصه‌ای برای گفتن داشتن. وایسادم، نفس کشیدم، نگاه کردم. هرچی بود یه حس نرم و شیرین داشت که آدمو میکشید توی خودش. بعد کم کم رسیدم به لاهیجان. اون دریاچه بزرگ وسط شهر مثل یه آینه بود که آسمون و زندگی رو با هم بغل کرده بود. پا گذاشتم رو مسیر جزیره وسط استخر. نسیم خنک آب میزد تو صورتم. صداهای خنده و پرنده قاطی شده بود با صدای دور پاروها. همون لحظه 2 سوژه افتادن توی قابم. یه مادر و دختر جوون و خوش لباس، شیک و مدرن، با موهای مشکی که رها افتاده بود روی شونه هاشون. آروم رد شدن و لحظه‌ای همه چی رو نرم تر کردن. نگاهشون یه چیزی بین راز و لبخند بود. اگه این حس شمال، بوی چوب و بارون و نگاه‌های مرموزش به دلت نشست، فقط یه لمس کوچیک روی دکمه لایک بزن. این لایک های شماست که بهم میگه کجاها بیشتر واسهتون فیلم بگیرم، چه قصه هایی رو براتون نجوا کنم.
وارد جزیره شدم. مردم داشتن با هم قدم می زدن، حرف می زدن، می خندیدن. من فقط تصویر می گرفتم و بو می کشیدم. اون طرفتر صدای پاروها بلندتر شده بود. ورزشکارهای کانوپولو بودن. بدناشون نرم و هماهنگ با آب. هر ضربه پارو مثل یه نوت موسیقی روی سطح استخر میرقصید. وایسادم، نگاه کردم، نفس کشیدم، ضبط کردم. دوباره برگشتم دور جزیره. از کنار مردم رد شدم. نگاه ها، لبخند ها، صدای آب و هوای نمناک شمال، همش با هم قاطی شده بود. توی این ویدیو هر کدوممون یه قاب خاص دیدیم. تو کدوم صحنه بیشتر غرق شدی؟ توی کامنت برام بنویس کدوم بخش این سفر بیشتر قلقلکت داد. شاید دفعه بعد با هم بریم دنبالش.
اصلا نگاه نکردم بهشون. بعد مسیرم کشیده شد سمت مجسمه های سنگی ابتدای کوچه اصفهان بین رشت و لاهیجان. اونجا دنیای خودشو داشت. مجسمه های رنگی از گوریلنگوری، شاندشیب و شخصیت های کارتونی. هر کدوم یه تیکه از کودکی های ما رو زنده می کردن. رنگ ها، فرم ها، بازیگوشیشون. آدم دلش میخواست توشون گم بشه. آخرش هم رسیدم به اجرای یه تئاتر خیابونی دور استخر لاهیجان. مردم حلقه زده بودن، نگاه ها پر از کنجکاوی. بازیگرا کت و شلوار مشکی و پیراهن سفید پوشیده بودن. صحنه‌شون یه جوری بود که زندگی روزمره رو تبدیل کرده بودن به نمایش. صدای دیالوگ ها با صدای آب و پرنده ها قاطی شده بود و من همونجا وایسادم نگاه میکردم، ضبط میکردم. هر فریم لمس یه لحظه واقعی، لحظه هایی که نه فقط دیده میشن بلکه حس میشن.
بله رفتم یه دستگل زیبا خریدم که برم مراسم خواستگاری، اما یه اتفاق مهم برای من افتاد و اون این بود که در پشت چراغ قرمز توی ترافیک گیر کردم. برو آقا تعارف نکن، تعارف بیجا نکن، تعارف اومد نیومد داره. آقا جون بفرما، ماشین شماست بفرما، فرمان شماست بفرما، تو پمپ بنزین میخوریم ماشین جلویی بفرما. آقای محترم فاصله قانونیتون رو رعایت کنید. زبون درازی هم میکنه. آقای عزیز من ماشین جلوی هنوز حرکت نکرده، کجا برم؟ ببین آقادی توی که جلوی منی، تا تو حرکت نکنی من نمیتونم جایی برم، فهمیدی یا نه؟ حرکت بله دوست عزیز طبق قانون نیوتن تا ایشون نرن من نمیتونم برم. سلام علیکم. ببین یارو جوری کتکت میزنم بری بچسب به تاریخ و جغرافیا، فهمیدی یا نه؟ بله. ببین زبان کنام میزنم که مادری به عذاب کشی. ببین یارو یه جوری میزنم راه خونه تو گاز کنی. باید به بنزین خودت ماشینتو آتیش میزنه. اما وقتی میشه با حل زدن به مشکلی حل کرد نفسی ترافیک چرا با خودجونن؟ آقا من کور شدم. خوش کننده که هم بود. بابا یه دونه پرده قهوه جلوی چشم گرفت، من نمیبینم. کجا برم؟ میگم نمیبینم. آقا ما با یه اسپری خوش کننده دهان که زد تو چشه بنده خدا ایشون کور شد. ایشون هم که دست به ایشون گذاشت انگار یه ویروس وارد بدنش شد و کور شد، تا اینکه تصمیم گرفتم برم دکتر این دو نفر رو ببرمشون بیمارستان. دید زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. اینم از شانس ماست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. زنگ بزن آمبولانس، اینم از شانس ماست. الان میام. تکون نخورید از جاتون، من همین الان برمیگردم. خانم مرشد سلام عرض شد. وقتتون بخیر. با دو نفر پول آوردیم، اگر اجازه بدید بریم دکتر معاینه‌اش کنیم. خانم من دیدم دکتر داخله، چرا الکی حرف می‌زنید؟ پول رو هویدا میخوایی اصلا شما بیاین بشین اینجا من بیام اونجا وایسم. ما دیدم به آرایش می‌کنید. شما خیلی بیزای کردی به چشمای من نگاه کردی. من چیکار کنم؟ خیلی هیزی. راما خجالت بکش، من برای تو رنگ چونه می‌زنم. باشه یه لحظه اجازه بدید لیست رو نگاه کنم. خانم من دیدم تو لیستتون اسم هیچ چیزی نیست. خب حالا نوبت شما تشریف بچه‌ها رو داخل، خوش اومدید. برید همین آی موش ترسیدم، شما چرا همچنانی؟ ببینم اینا حساب کرده بودن یا نکرده بودن؟ شما اینو به من بده برم، مرخصی هم خبری نیست. یه ماشی هم کور شد. سلام خانم دکتر، خسته نباشید. خانم دکتر حقیقتا ما اینجا 2 نفر کور داشتیم، یه نفرم منشی شما شد از 3 تا کور. محبت کنیم اینا رو معاینه کنیم ما بریم. حتما کاره. سلامت باشید. لطفا یکم تاریخ هم مراسم خاصی کنید. بله ببینم تاریخ اعزام شما چیه جانم؟ مثل که متوجه نیستین آقای دکتر، من کورم. خب کدوم وریه؟ این کدوم وریه؟ این کدوم وریه؟ نشد درست گفتم، ما رو مسخره کردی. این رو بردن شما حساب کرده بودی؟ من نه متاسفانه. شما یه فرد حساب کن. پول ندارم خانم. ندارم. حساب کن. چشم بفرم. چی شد؟ این بود قصه سفر کوچیک من.
هر گوشش یه راز داره، هر نگاهش یه قصه تازه. مجبور شدم با خودم اگه این تصاویر یه چیزی توی دلتون روشن کرد، یه روز بیایید خودتون این هوا و این لحظه ها رو با چشماتون لمس کنید. هیچ دوربینی نمیتونه جای حس این هوا رو بگیره.